الحمدلله رب العالمین. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخواستم همراه شما درباره رکعت‌های نماز تراویح صحبت کنم. عزیزان، چگونه که میدانید درباره رکعت‌های نماز تراویح که آیا ما 8 رکعت نماز تراویح بعداً 3 رکعت ویتر همگی 11 رکعت، یا اینکه 20 رکعت نماز تراویح بعداً 3 رکعت ویتر همگی 23 رکعت، یا اینکه از این کمتر و یا زیادتر خوانیم و یا نخوانیم، در این باره خیلی اختلاف در بین اهل علم وجود دارد. اهل علم خودمون در تاجیکستان هم دیده می توانید نفرانی که 8 رکعت میگویند و 11 رکعت زیاد نخوانید میگویند، گویا که چنان نظر میکنند که اگر شما 23 رکعت یا 21 رکعت خواندید گویا که گناهگار میشوید. و برعکسش هم آنهایی که خیلی زیاد پایبند مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هستند، آنهایی که 8 رکعت میخوانند و 3 رکعت ویتر میخوانند، آنها را میگویند بی مذهبن یا بعضی کلمه های قبیح حتی در حقشان هم میگویند. ولی اگر به اصل نماز تراویح نگاه کنیم، پیش از همه عزیزان مسئله درباره سنت است و نماز تراویح در نزد جمهور علما سنت است که اگر همه برابر ترک کردن گناهگار میشوند، علل خصوص تراویح که همچون یک شعار اسلام شناخته شده است. اما اگر یک نفر آن رو ترک کند خودش، یا اینکه 2 رکعت خواند یا کمتر یا زیادتر، به این او را گناهگار شده گفته نمی شود. پس مسئله‌ای که در دین مسئله سنت است و آن به عظیمت یا گناه کبیره و به فرضیت نمیبرد، اینقدر بین همدیگر سخن قبیح گفتن و اختلاف کردن عموما صفت اهل علم نیست. صفت آنهایی که خود را ما از اهل علم میگویند از آنها نیست. برای اون که به مسئله اولا نگاه کنید، این یک مسئله سنت است که در تمام کتاب فقه در 4 مذهب میبینید که بین خود صاحبان مذهب اختلاف است و همه اتفاق هستند که اگر تراویح را یک نفر 2 رکعت خواند هم گناهگار نمیشود در خانه‌اش، اما در مسجد برای 8 رکعت خواندن هم دلیل هست، برای 20 رکعت خواندن هم هست، حتی برای 36 رکعت خواندن هم دلیل هست. پس اینجا رکعت های تراویح بین علما اختلاف است و البته حدیث مشهور حضرت عایشه است که در صحیح بخاری مسلم وقتی که از حضرت عایشه ابو سلمه میپرسند که پیامبر الله در رمضان چند رکعت نماز میخواندند، کلمه رمضان را به زبان گرفته مقید کرده. حضرت عایشه میگویند ما کان یزید فی رمضان ولا فی غیره علی 11 رکعه. در رمضان هم در غیر رمضان هم از 11 رکعت زیاد نمیخوند. اما فلا تسأل عن حسنهن و طولهن. تو از زیبایی آن نماز و طولانیگی آن نماز نپرس که خیلی با یک خشوع و تدبر و طولانی میخوند. و اینجا این حدیث حضرت عایشه در نزد علمای اصول معنای آن را ندارد که همچون فرض همیشگی بود. شاید که پیامبر گاهی از این زیاد و یا از این کمتر خونده باشند، ولی این به معنای عموم، یعنی اکثریت وقت حضرت پیامبر این گونه میخوندند. و اینجا برمیگردیم به حدیث های دیگر. البته بعضی حدیث های ضعیف هم وجود دارد که پیامبر 20 رکعت خونده بودند اما در سندش ضعف است. اما به حدیثی که مثلا حضرت عمر مردم را در رمضان جمع میکنند و میگویند شما 20 رکعت تراویح خوانید و بعد از این 3 رکعت ویتر خوانید، این حدیث مشهور است در سنن کبرای بیهقی و تمام 4 مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، همگی اتفاق هستند که تراویح را در مسجد 23 رکعت خوانده می شود. 20 رکعت تراویح، 3 رکعت ویتر. و دلیلشون هم عمل حضرت عمر و اجتهاد حضرت عمر است که حضرت عمر وقتی که در زمانشون می بینند که مردم پراکنده و 2 3 تا 1 تا در مسجد در رمضان نماز خوانده ایستادن، میگویند باید اینها رو ما به یک امام جمع کنیم. نمی شود که در مسجد در یک کنارش 2 3 نفر، در یک کنارش 1 نفر هر خیل نماز خوانند. بعد ابی ابن کعب رو میگویند تو به اینها امامی کن و مردم به اینها اقتدا میکنند و حضرت عمر میگویند که 20 رکعت نماز خوانید. و وقتی که 20 رکعت نماز خوانید میگویند در آنجا تمام صحابگان، عثمان ابن عفان، علی ابن ابی طالب، مثلا عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود، این
اینها بودن و کسی اعتراض نمی کند و جمهور علما میگویند این اجماع صحابه حساب می شود. یعنی آنهایی که همیشه اجماع میگویند عجیب است که در اینجا اجماع را قبول ندارند. این 4 مذهب میگویند این اجماع صحابه می شود که صحابگان همشون به گفته عمر راضی شدند، پس باید 20 رکعت خونده شود و 3 رکعت وتر خونده شود. اما بایدی که اینجا هست عزیزان معنایش این نیست که اگر نخوندی گناهکار میشوی. برای اون که حدیثی که حضرت عایشه روایت کردن معنایش این است که در رمضان پیامبر وقتی که 3 روز وتر خونده بودن شاید 8 رکعت وتر 8 رکعت تراویح و 3 رکعت وتر خونده باشند، ولیکن همون نمازی که پیامبر تراویح جماعت با مردم خونده بودن اگر به شرحش نگاه کنه در آنجا پیامبر حتما 8 رکعت خواندن آمدگی نیست، فقط 8 رکعت را از حدیث حضرت عایشه گرفتگی هستند. ولی اینجا عجیبش این است که حضرت عمر 20 رکعت و 3 رکعت وتر 23 رکعت خوانید میگویند. بعداً در کتاب موطأ امام مالک هم در این باره آمده است، اما قولی هست در مذهب امام مالک که شما میتوانید 36 رکعت خوانید، برای آنکه وقتی عمر ابن عبدالعزیز خلیفه شده بودند مردم در مسجدها 36 رکعت میخواندند. اکنون بیاید نگاه کنیم به حدیث ها. 8 رکعت هم هست، 20 رکعت هم هست، 33 رکعت هم هست، باز 3 رکعت دیگر گفتیم از نماز وتر. پس اینجا دیده می شود که عددهای رکعت تراویح بین علما اختلاف است و خیلی جمع خوشروی را ابن تیمیه کردگی هستند. ایشان میگویند شما به احوال مردم نگاه کنید، اگر مردم طاقتش را داشته باشند درستر خوانید، اگر مردم طاقتش را نداشته باشند رکعت ها را کوتاه خوانید، یعنی 8 رکعت یا 11 رکعت خوانید. و بعضی از علما میگویند می شود که در 8 رکعت شما در هر یک رکعتش قرآن را زیاد خوانید، یعنی رکعت را کم کنید و قرائت را زیاد کنید، یا اینکه می شود که رکعت ها را زیاد کنید و قرائت را کوتاه کنید، چنانه که در مسجد های تاجیکستان می خوانند. ولیکن البته وقتی به مذهب امام ابو حنیفه نگاه میکنیم ایشان هم دلیل دارند و دلیل ایشان تقریبا در آن زمان تمام علما اجماع بودند برای آنکه الکی مسلمان ها اگر گفتیم ابو حنیفه سال 150 هجری وفات کرده باشند، الکی تا سال 150 از زمان عمر الکی مردم 23 رکعت خونده آمده ایستاده بودند. بعد از این هم در زمان امام شافعی هم امام احمد هم همیشه دوام میکرد. پس مردم از همدیگر دیده الکی اجماع در مسجدها رو دیده گفتن 23 رکعت خونده شود که همین طور آمده ایستاده است، مگر یک مدتی کوتاهی که در آنجا اهل مدینه به 36 رکعت گذشته بودند و این مسئله رو یک مسئله خلافی دیده می شود و به مصلحت مردم نگاه کرده، به برداشت مردم نگاه کرده می توان یا 11 رکعت خوان و یا 23 رکعت خوان. نه به اینها می شود ملامت کرد نه به آنها. نمی توان بگوییم که آنهایی که 11 رکعت می خوانند به مذهبند و از مذهب دور هستند و بعضی کلمه های قبیح دیگر، و نه آنهایی که میگویند 23 رکعت می خوانند به آنها هم گفته نمی شود که شما انکار حدیث کرده استادید، برای اون که برابر این که آنها به حدیث عمل نمی کنند، اما آنجا اجماع صحابگان بود و این چنین در آنجا عمل مکه و عمل اهل مدینه وجود داشت. و اینجا درباره رکعت هایش، یعنی 2 رکعت خود سلام دهی می شود یا 4 رکعت. در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هر 4 رکعت می خوانید بعداً سلام می دهید، اما این خلاف جمهور است، برای اینکه در نزد دیگر مذهب ها 2 رکعت میخوانید و سلام میدهید. ابو حنیفه رحمت الله علیه اگر به کتاب های فقه ابو حنیفه نگاه کنید، اساسا در کتاب اختیار فی تعلیل مختار هم اومدگی هست که در آنجا میگن دلیل ابو حنیفه این است که میگن من اهل مکه رو دیدم که 4 رکعت خونده سلام میدادند، پس این هم دلیل میشود که اهل مکه این گونه نماز تراویح رو میخواندند. ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند صلات اللیل مثنى، نماز شب 2 رکعت است، 2 رکعت خونده سلام بده. و این را جمهور علما میگویند با این حدیث ما دلیل میگیریم که هر 2 رکعت به ما سلام دهیم، ولی به هر حال برای هر 2 رکعت سلام دادن این بهتر است. برای 4 رکعت سلام دادن اینها هم دلیل خود را دارند، نه اینها رو کاملا خطا گوییم نه آنها رو. و این گونه مسئله ها
در اسلام خیلی زیاد است و آنهایی که به فقه در حقیقت به کتاب‌های فقه و کتاب‌های اصول فقه دست میزنند و حدیث‌ها رو فقط یک راهش نه یک چند راهش رو جمع میکنند، میبینند که در بعضی مسئله ها اسلام خیلی وسیع نگاه میکنند و مجال نیست که با همدیگر جنگ و جنجال کنیم و یا همدیگر رو تهمت کنیم که اهل بدعت هستی یا اهل سلفی هست و همین گونه عمل‌های اختلافی زیاد هستند که به اعتقاد یقینی بنده اگر ما اون عمل‌های اختلافی رو از اصل کتاب‌ها هم از کتاب‌های حدیث و هم از کتاب‌های مصدر فقه نگاه کنیم، تقریبا اختلاف در بین اهل علم هم از بین می رود و هم مسلمان ها دست جمع می شوند